بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام عزیزان همراهان همیشگی کانال. امیدوارم حالتون خوب باشه. در ادامه پست های آموزشی ویدیویی در قسمت قبل بهتون عرض کردیم که آقا ما واسه عزیزانی که هنوز کار نکردن آپشن رو و نمیدونن اصلا چجوری باید به صورت عملی کار کنن، این قسمت رو گذاشتیم که قشنگ ببریمشون تو پنل معاملات و بهشون نشون بدیم که چجوری میتونن باید خرید و فروش کنن و حداقل شروع کنن. همه جا مطالب خوندنی رو خوندن، فقط یک ویدیو میخوان که به صورت عملی ببینن. خب ببینید عزیزان، تو کانال ما یک مطلب آموزشی گذاشته بودیم که پوزیشن های معاملاتی در آپشن ها 4 نوع هست. یکی خرید اختیار خریده، میشه به عنوان مثال خرید زجار. یکی فروش اختیار خریده، میشه فروش زجار. حالا خرید اختیار فروش میشه خرید تجار، حالا تجار فرق نمیکنه، یا فروش اختیار فروش است به عنوان فروش تجار. اینا مثال هست. خب ما تو این قسمت چون ویدیو خیلی حجم میشه و زمانش خیلی زیاد میشه، این دوتا اول رو توضیح میدیم: خرید اختیار خرید، فروش اختیار خرید. ببینید عزیزان، اصلا میخوام ببینم که این فلسفه این معاملات آپشن داستان چی هست. اصلا یک توضیح کوتاه بدم. شما میایین به عنوان مثال جدول رو باز میکنید، بین مثلا نمادهای زخود اختیار خریدای خودرو ایناست. خب اینا که یه روز دیگه فردا مهلتش تموم میشه هیچ. خب از این زخودای 2009 2013 2005 اینا 123 روز مهلت داره. خب ببینید زخود 2009 رو ما مثلا میخوایم بررسی کنیم که مورد خوبی هست یا نه. شما میاین میبینید که خب 123 روز وقت داره، قیمت اعمالش 400 هست. قیمت اعمال قیمتیه که در تاریخ سررسی شما باید اون تعداد سهامو اگه مثلا از فروشنده تحویل بگیری، تو این قیمت باید تحویل بگیری 400 تومن. قیمت سهم الان 329 تومنه. بعد تابلوی خرید و فروش اختیار هم که اینجاست دیگه، 67 تومن خریداره، 69 تومن فروشنده است. فاصله آپشن تا قیمت اعمال، آپشن اگر زیر قیمت اعمال باشه میشه در زیان هست، یعنی عملا ارزشی نداره. وقتی هم قیمت اعمال بشه میشه بی تفاوته. اگر قیمت آپشن از قیمت اعمالش بیشتر بشه، یعنی بالاتر از قیمت اعمالش باشه، میشه قرارداد در سود هست. الان زخود 2009 قیمت اعمالش 400 تومن هست ولی قیمت سهم 329 تومنه. میبینید زیر قیمت، عملا این آپشن در زیان هست، ارزشی نداره عملا. حالا این اصطلاحات رو به صورت دقیقش رو ما کار نداریم، ما بیشتر جنبه عملی کار رو میخوایم توضیح بدیم. خب ببینید عزیزان، میخوام رو چارت واسهتون توضیح بدم. خب نماد خودرو رو میاریم. قیمت خودرو الان اینجاست، 329 تومن، 400 تومن قیمت اعماله. این پرچمی هم که اونجا گذاشتم به عنوان هدف فرضی طی 3-4 ماه آینده است. مثلا آقا قیمت خودرو 3-4 ماه آینده تا اونجا رشد خواهد کرد. حالا شما وقتی زخود 2009 رو میخرید، عملا دارید این حق رو میخرید که در تاریخ 3 تا 4 ماه آینده اون تعداد سهم خودرو که تو موقع خرید اون حجم رو مشخص میکنه، به ازای هر حجم اختیار خرید 1000 برگ سهم. در تاریخ سررسید آپشن شما اون تعداد سهم نماد خودرو رو در قیمت 400 تومن که اینجا مشخص کردن تحویل بگیرید. حالا شما آپشن رو میخرید بعد از 3-4 ماه اصلا میتونید 20 روزه باشه، فرقی نداره، من به صورت بلند مثلا میان مدتی دارم میگم. بعد از 3-4 ماه اگر قیمت این آپشن از 400 تومن، زخود در مورد زخود 2009 داریم صحبت میکنیم، هر آپشن قیمت اعمالاش متفاوته. زخود 2009 قیمت اعمالش 400 تومنه، اینجا میذاریم. زخود 2008 پایین تره، مثلا زخود 2000 مثلا 10 مثلا بالاتره. متوجهین؟ حالا طی 3-4 ماه آینده اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید
بالاتر از این قیمت باشه، 400 تومن باشه، شما میتونید قراردادتون رو اعمال کنید. وگرنه اگه قیمت سهم زیر این خط آبی باشه و تا 3-4 ماه آینده اینجا صورت رنج حرکت کنه و بالاتر از این نفوذ نکنه، عملا قرارداد شما در تاریخ سهررسید سوخت میشه. این یک توضیح کوتاه و خیلی ساده بود واسه عزیزانی که هنوز در فهم این معاملات مشکل دارن. خب حالا شما اگه در تاریخ 3-4 ماه آینده قیمت نماد رشد کنه و بالای این خط بره، عملا قرارداد در سود هست. هم میتونی اعمال کنی و اون تعداد سهامتو تحویل بگیری و در بازار، در خود بازار بورس به فروش بذاری. اینم از این. حالا ببینید الان در مورد زخود 2009 ما اینجا میام نگاه میکنیم. خب اهرامش نزدیک 5 اهرام خوبی داره، 22% تا قیمت اعمال فاصله داره، قیمت سهم 329 تومنه تا 400 تومن، حدود 22% میشه فاصله. 22% دیگه اگر قیمت سهم رشد کنه، قرارداد ما تازه میشه بی تفاوت. بیشتر از 22% میشه دیگه در سود قرار میگیره. خب حالا ببینید زخود 2009 طبق ماشین حساب بلک شولز 30 تومن ارزششه. خب این ستون بلک شولز که ما هر روز واسهتون تو کانال میفرستیم، قیمت آپشن رو با این پارامتر، با قیمت لحظه‌ای محاسبه میکنه، بهتون میگه شما فقط باید اینو بدونید و گرون نخرید. ببینید عزیزان الان قیمت بلک شولز زخود 2009 30 تومنه، قیمت فروشنده داره 69 تومن میفروشه، متوجه؟ یا مثلا خریدار داره 67 تومن میخره. حدود فروشنده عملا 125% بالاتر از قیمت منطقی داره میفروشه. شما همیشه باید این قیمت منطقی رو بدونید برای اینکه یه وقت گرون نخرید. الان بهتون میگم اگه گرون بخرید چه اتفاقی میفته. فرض رو بر این میذاریم که خودرو طی 3-4 ماه آینده برسه به 480 تومن. خب ماشین حساب ما اینجا واسهتون گذاشتیم دیگه، کاری نداره، میایم اینجا محاسبه میکنیم. خب 2009 پارامتر خودش میاد، اختیار خرید، نوسان پذیری خودرو 54 صدم، نسبت سود نقدی و قیمت داره به 0. اینو ببینید عزیزان، اینو به درصد اینطوری وارد نکنید، حتما باید به صورت اعشار وارد کنید. هدف سهم گفتیم 480 تومن. خب بر فرض مثلا 3 ماه دیگه، 3 ماه مثلا از این کم میکنیم، میشه 33 روز مونده، یعنی 90 رو از این کم کنیم 33 روز دیگه میمونه. یعنی قیمت وقتی سهم تو این قیمته، تاریخ سررسید مثلا 33 روز تا سررسید هنوز مهلت هست. محاسبه رو بزنیم ببینیم چجوریه. زخود 2009 الان 30 تومن ارزششه. اگر طی 3 ماه دیگه به عنوان مثال قیمت سهم به 480 تومن برسه و قرارداد هنوز آپشن هنوز 30 روز تا سررسید مهلت داشته باشه، بلک شولزش تو اون روز با فرض این هدف سهم و این تعداد روز مانده میشه 95 تومن. چند درصد افزایش پیدا میکنه؟ 212%. در صورتی که قیمت سهم چند درصد رشد کرده؟ مثلا 47%. ولی مسئله اصلی اینه عزیزان، شما وقتی میتونی از این 212% بهره ببری که قیمت آپشن رو تو اینجا خریده باشی، یعنی 30 تومن خریده باشی 95 تومن بفروشی، میتونی مثلا 212%. حالا اینو هرچی بالاتر بخری، تو 60 تومن بخری، این دیگه 212% نیست، میشه 50%. پس شما حتما باید توجه کنید وقتی آپشن رو میخوایم بخرید، سعی کنید که نزدیک قیمت منطقی باشه، چون تقریبا همه آپشن های ما دارن بالاتر از قیمت منطقی بفروش. دیدین دیگه، ما جدول رو اینجا واسهتون نشون دادیم، 125% بالاتر از قیمت منطقی. تک و توک پیش میاد که ببینید این قراردادها هست که مثلا زیر قیمت منطقی دارن معامله میشن، اونم چون که فردا تاریخ سررسیدشون هست. یا مثلا زخود 2005 20% بالاتر از قیمت منطقیه، زخود 2006 همینطور که تعداد، یعنی
میریم بالاتر یعنی قیمت اعمالشون بیشتر میشه، به دلیل اینکه معمولا اهرم اون آپشنا زیاد میشه، اون قیمتاشون هم افزایش پیدا میکنه، یعنی فروشنده ها با قیمت بالاتری میفروشن. شما باید توجه کنید یا اینا رو شکار کنید یا به هر طریقی یا از قیدشون رو بزنید و برید مثلا آپشن های ارزون تر رو بخرید. اینم از این. یا اینکه شما به عنوان مثال تو 60 تومن اگه بخرید دیگه تو 95 تومن نفروشید، شما مثلا تو 120 تومن بفروشید، اینطوری هم میشه. این از این که ما چرا این ماشین حساب واسهتون تدارک دیدیم. شما میتونید استراتژیاتون رو با این بسنجین، یعنی اگه تحلیل سهم رو تحلیل کردین و فکر میکنید آپشنش مثلا خوب قرار رشد کنه، میتونید تک تک بیاین هدف سهم رو بزنید و درصد افزایش بلک شولدش رو بزنید، یعنی متوجه بشید. خب حالا ما میخوایم بریم سر این که آقا تو پنل معاملات ما چجوری باید خرید و فروش کنیم. مثلا من اول یک توضیحی بدم. این پنل کارگزاری هست. کارگزاریشون اگه آنلاین پلاس باشه، یعنی شرکت تدبیر باشه، شما این بیانیه ریسک معاملات قرارداد آپشن رو، این وضعیتش رو ببینید ما قبول کردیم اینجا و احتمالا یا عزیزانی که کارگزارشون آپشن نداره یا پشتیبانی نمیکنه، احتمالا این قسمت خاموشه یا کارگزاری پشتیبانی نمیکنه یا اینکه اگه پشتیبانی هم کنه فعالش نکردن. من اینجا هم توضیح بدم واسه اینکه ببینید که قرارداداتون رو، چه قراردادایی خریدین یا نه، این منو رو میزنید تصفیه اوراق مشتق، اینو بزنید تعداد قراردادایی که موقعیت باز معاملاتی دارین داخلش بهتون نشون میده. کار با اینا نداریم، این فقط یک پیام تبلیغاتی بود داریم اینور واسه اینکه خب ببینید. حالا ما میخوایم زخود 2009 و بر فرض مثال بخریم. آقا باید چیکار کنیم؟ عزیزانی که خرید و فروش بلد نیستن اینجا باید خوب دقت کنن. ما فقط میایم اینجا اسم نماد رو سرچ میکنیم 2009 زخود 2009. خب این تابلو معاملاتی هست، هیچ فرقی نمیکنه با خرید سهام، هیچ تفاوتی نداره. خب ببینید قیمت تغییر کرده، 62 تومن 63 تومن. شما کافیه قیمت فروشنده رو بزنید و تعداد رو بزنید. یک نکته که باید توجه کنید اینه که هر تعدادی که شما اینجا وارد میکنید به منزله 1000 برگ سهم هست. یعنی من یک آپشن میخوام در قیمت 63 تومن بخرم یا 62.5 بخرم آقا. خب یعنی من این حق و این اختیار رو پیدا میکنم که در تاریخ سررسید یعنی 8/2/1400 به اندازه 1000 برگ سهم نماد خودرو به قیمت 400 تومن از فروشنده این معامله که این بنده خدا هست، حالا هر کس هست، تحویل بگیرم. فکر میکنم خیلی ساده و واضح گفتم. خب حالا اینو اگه من بکنم 10 تا میشه 10,000 برگ سهم در تاریخ 8/2/1400 به قیمت 400 تومن از فروشنده تحویل بگیرم. خب یک چیزی که باید بهتون بگم اینه که وقتی این تعداد رو یک میزنید 1000 برگ سهم دیگه زد در 62 تومن میشه 62,500. 10 تا ببینید میشه 625,000 تومن. یعنی اینجا شما اینو حتما باید توجه، یه وقت اینطور بر ندارید 1000 رو بزنید مثلا 2000 تا میخوام. خب اینم از این. حالا این واسه خریدش بود. شما وقتی قیمت رو بزنید تعدادم بزنید خرید رو بزنید میخره از فروشنده. شما دیگه الان موقعیت باز معاملاتی دارید. شما این حق رو دارید که در تاریخ سررسید به قیمت اعمال سهمتون از فروشنده تحویل بگیرید. اگر قیمت سهم در تاریخ سررسید بیشتر از 400 تومن باشه شما قراردادتون رو اعمال میکنید و اون تعداد سهام خودروتون رو تحویل میگیرید. اگر نباشه، اگر زیر قیمت 400 تومن باشه که دیگه عملا قرارداد شما سوخت میشه یا اینکه میتونید با مثلا با قیمت کمتر در بازار به فروش بذارید. خب حالا فروش اختیار خرید به چه شکله؟ ببینید ما الان من هیچ پوزیشن معاملاتی باز ندارم اینجا، اصلا خرید نکردم.
خب میخوام مستقیم بفروشم، آقا فکر میکنم که نزولیه، یعنی قیمت سهم از این میاد پایین تر، یعنی از همینی که هست 329 تومن میاد پایین. شما فروش رو میزنید، قیمت خریدار رو میزنید، میخواین بفروشین دیگه، پس باید اولین قیمت خرید رو بزنید، تعدادم میزنید. خب حالا شما وقتی میفروشید به این بنده خدا، این بنده خدا داره از شما میخره دیگه، یک حق، اون یک مبلغی به بابت پرمیوم به شما پرداخت میکنه. از طرفی کارگزاری برای اینکه متوجه بشه که شما چون دارین پوزیشن فروش میگیرین، پوزیشن فروش تعهد آوره، بهتون گفتم اگر در تاریخ سررسید خریدار بخواد قراردادش رو اعمال کنه و تعداد سهم از شما تحویل بگیره، شما تعهد کردین که آقا تعداد سهم دارید و بهش تحویل میدید. خب پس وقتی پوزیشن فروش میگیرید عملا دارید وارد تعهد میشید. پس کارگزار میاد از شما یک مبلغی تحت عنوان وجه تضمین اولیه بلوکه میکنه. خب این وقتی این وجه تضمین از حساب شما بلوکه شد، شما نمیتونید دیگه بهش دست بزنید تا وقتی که موقعیت معاملاتیتون رو ببندید. یعنی فکر کنید من الان اینو میفروشم، حالا وقتی فروختم قیمت فرض کنید تغییر میکنه، میاد پایینتر میاد پایینتر میاد پایینتر. حالا وقتی میخوام معامله‌مو ببندم، کافیه بیام سمت خرید، به یکی از این فروشنده ها بفروشم، به یکی از این فروشنده ها خرید بزنم با یکی از قیمت کورنرهای فروش. پس چی شد؟ موقع فروش به یکی از این خریدارا میفروشید، موقعی که میخواید معامله رو ببندید پوزیشن برعکس میزنید، خرید رو میزنید، قیمت رو وارد میکنید و خرید. اینطوری معامله شما بسته میشه. من دوست ندارم بیشتر اختیار فروش رو توضیح بدم، یعنی فروش و پوزیشن فروش رو توضیح بدم. انشالله اختیار فروش رو هم در ویدیوهای بعدی توضیح میدم. شما فقط در همین حد این که چجوری ما بتونیم اختیار خریدار رو بخریم بدونید، چون ببینید دوستان پوزیشن فروش خیلی ریسکش بالاست. یعنی آره شما اگر به عنوان مثال مثلا خود مثلا سهم اگه دارید میتونید پوزیشن فروش بگیرید. به عنوان مثال 2000 تا سهم خودرو دارید، آقا من میگین که من در تاریخ سررسید 82 با قیمت 400 تومان فرض میکنید که نزولیه دیگه، فرض میکنید قیمت خودرو از این میاد پایینتر. این که آقا من 400 تا مثلا من 2000 تا نماد خودرویی که دارم، 2000 تا برگ سهمی که دارم، میخوام در تاریخ سررسید اصلا کار ندارم، میخوام یک سود ثابت انقدی داشته باشم، میفروشم آقا، هر کس بخواد من بهش میفروشم. میان یکی از قرارداد اختیار خرید و فروش میزنید، یعنی فروش خود فروش میزنید و در تاریخ سررسید اگر قیمت سهم اومد پایینتر شما سود کردید، اون قراردادی که فروختید و با قیمت پایینتر میخرید و معامله رو میبندید، سود کردید. اگرم که از این رفت بالاتر شما دیگه سهم رو دارید دیگه، میتونید به طرف تحویل بدین. ولی اگر سهم اگه ندارید یه مقدار ریسکش بالا هست. خب فکر میکنم که بس باشه چون تایم خیلی زیاد شد. بله خب از حوصله خارج این حدود 20 دقیقه شده. امیدوارم که تمام نکات رو گفته باشم. نظراتتون رو به ما بگید و خوشحال میشیم. پیشنهادات انتقاداتتون رو کامنت کنید تا انشالله در ویدیو بعدی ویدیوهای خیلی بهتری بتونیم بگیریم براتون و خیلی با قدرت بیشتری آموزش ها رو دنبال کنیم. عزیزانی که تا حالا تجربه خرید و فروش نداشتن حتما این ویدیو رو چند بار، 1 2 بار 3 بار 4 بار نگاه کنن، اینطوری قشنگ میتونن اولین خریدشون رو بزنن و وارد بازار آپشن ها بشن. امیدوارم که اذیتتون نکرده باشم. اگر اشتباهی هم کردیم وسط آموزش به بزرگی خودتون ببخشید، بگید واسه ما چون اصلاح کنیم. میگم برداشت اول هست، چون تایم زیادی نداریم مجبوریم که به صورت فشرده ویدیوها رو ضبط کنیم.
خدا نگهدارتون باشه. بدرود، خداحافظ شما.